نه تو خوب شونه چهره مسایی که خوب صحیح برای شده دیده خوب دیده کی هستم؟ سردار شادیباز. خود تو اینه تو بیکار هستی آدم اینجا تیکت نمیافت آدم تو رفتی برای شادی تیکت کردی کدام چیز از پشت سر شانایت خیز نزده؟ نه کاکا را گفتم من شادی از تو باشم دندانایشم من میکشم خلاص میگه نه این حالا در منطقه میگه کلگی مرا شادی باز صدا میکنه. حال تو شادی را کجا بردی اونم اون طرف؟ من شادی نبردم والله. دو تا دندانش تلاست بچه شمو را پیدا کو برای من. مرا خوب بجای آوردی. کی هست با؟ سردار شادیباز. یک دفعه جنگ انداختم زد یک دانه شادی ایندی بود که زد دلاغته در میدانش 3 تا دندانش افتید. هیچ شادی بازی نکردی کدام وقت؟ ها؟ نه چی نگاه کردی خیلی صاحب؟ مرغ؟ مرغ چی؟ مرغ تخمی. چرا خنده میکنی او کاکا؟ این شادی در هندوستان که بود خوراکش خوب بود خب؟ در اینجا که آوردم یک ذره ننیم در قصهش نشد. در این روزای آخر چهره سگه کشیده بود. خوب شب قابلی میخورد چاش بیادر گوشت گومیش باید قابلی رو ما خود ششمام نمیبینیم کدام خط متم شه خود با سینه کش کنیم اگر نه قابلی مابلی نیست. هیچ کدام شادی را ندیدی؟ نه هیچ چی ندیدم. چهرهش سگ ددایی واره بود خب؟ قابلی کو دیگه کو امشب ننیم از شوق گفته بیا یک ذره شعله کو که دندانایم درد میکنه. شادی بیادر از سر دسترخوان قار کردم. حالا می شادی رو بدر که دندانش طلا میگونه. سلام علیکم. کاکا خوب هستی جان جور صحتمند خیرتید بخیر هستی؟ چی حال داریم؟ همینجا کدام شادی را ندیدی کاکا 2 روز از پشتش میگردم یک شادیگک داشتم همو گم شده. شادی ندیدم اینجا. از این آورده بودم من. ما چون مالا 2 تا دندان پیش رویش طلا بوده این یک دفعه جنگ کرده بود باز ما دکترها گفت 2 تا دندان بر ازی طلا بشانی. خوب تعلیمی بود. خیر کاکا شیرینی تمیتم اگه دیده باشم. اگه دیده باشم که به مو کلمه محمد پیشتر نفر گفت در سر از این غرفه شو خو بوده. کی است توس؟ این غرفه است توس؟ آی غرفه از ماست. گفت شو در سر امی چی گفت شادی خیزک میزد گفت تا اونجا بالا شد گفت یک کاکا صدا کرد که بالا نری که برق نگیره تا. به خدا من نگفتم. خیر کاکا اگر دیده باشم که شادیگه که گم شده حالا بلد لاله برای قایم گرفته که تو برو شادی را پیدا کن که دندانایش بکشی. اگر دیده باشم که جوانی ما در ساعت 4 بجم روم دادیم جماعت. خب صبح پس ما میام. صبح ساعت 8 بجم میام. شب اگر بوده باشه ما من شادی خیلی تعلیمی است. در دکانت خود دست نزده چیز میزنه گرفته. من گفتم من ندیدم تو که تو دیدی. من گفتم من به خبر ندارم. تو میگی خدا کرده باشه. من شادی چه تداخل دارم من. خدا کرده باشه. خیرم شادی از تو می 2 تا دندانش هم کار دارم 5 لک کلدار طلا خریدم برای دندان. اگر دیده باشمش که به خدا قرآن پیش برم شش کنم من ندیدم. خبر ندارم من. شادیگه که گم شده حالا برا گم شده دیگه. سایکو کاکا مادرم مرا تقفق کاری کرد. کاکا جان من ندیدم تو. خیره کاکا. خدا کرده باشه. ندیدی در دور برا؟ کاکا جان ندیدم من شادی مادیره. نه در دکانت خود چیزا نورداشته اگه گیرش کردم ات زدن بتمش بگویم به اجازه چرا دست میزنی در چیز؟ کاکا جان من ندیدیم ولی اگه دباشمش کود کجا شد؟ نفر گفت شو دم سر غرفه خو بود گفت بالا رفته که من گفتم صدا کردم که برق نگیره تا. بگو پس این رایت میکنم که همونجا گرگ ده در راجپت نگر. چه رقم میگیش؟ اینه رقم که تو گفتی این رقم میگمش. بگو رقم دیمش صاحبتم گفتم من قدیمش کی؟ نه نام ما چی میگیری برش؟ باش شما لگا بفهم. حالا گفتم بگو سردار شادی باز گفت. سردار شادی باز. گفت که قدیم تا که 2 غبادت کنم. قفایی میوردارمت راست هندوستان میبرمت. شما مخشی کشید دارم. او کاکا ما در غم شادی است که در غم دو شما است. او کاکا شادی تخم من ندیدم. او کاکا جانم شادی برای پیدا کو خیر او کاکا. ندیدم شادی تا کاکا جان ندیدم. سایکو. جارم ندی به خدا. همین شادی مرا پیدا کو. بچش مگه پیدا کردم بچش. چی میگی برش؟ هم گفت سردار شادی باز. نه حالا چرا خنده میکنی؟ خندش دار نمیکنم من خنده میگرد این جای خنده خو هست خنده خش دار نمیگرم. چرا خنده میگی؟ شادی در شهر کاجی شادی هست اینجا تا بالا نه؟ من آورده بودم. از این آورده بودم. ای بچه
عبدالله بیا اینجا. بیا. او با یک شادی بازی نباشید. اون دم زیر کراچی چی است کاکا اون سیاه که میزنه؟ او صندوق است. نه بغل تایر چهره از وام پلاستیک است. بیا بچه شادی زده یک کتای بیدی شادی زده نکو می رقم. اگر شادی زده کتای خوب بیدی دیگه اگر شادی شکی کتای من دیگه در غرفت بالا شده بود. حالا نمی گفت که در سر غرفه بود شو میگم من صداش کردم بالا نرو که برق میگیره. اگر شادی شد دیگه خوب بیدی دیگه تو تنها طلا بود. اگر در پیش ماسته و اینجا کلگی مگه سر غرفه تو بوده. منم سر غرفه من نبوده خوشا که سر غرفه بوده خوب روز خبر ندارم بعد سر غرفه تو بوده. نبودم. کلگی مگه اینجا سر غرفه تو دیده شده. من سر غرفه شادی گم شده. اگر دیده این نشان بدین بدون دندان طلاست. شادی را چی بگویا؟ آمده بوده که ما بمود دیده بودم. یعنی منجا سر غرفه تو دیده شده. ما شو تا 10 بجه شو خب اینجا. ما تا 10 بجه خب ما اصلا اینجا که ما جماعت برام. ناخت نمیگه یک آدم. حالا خو یکی شاهدی دو تا شاهدی خود دیده حتما یا سگ بوده یا شادی بوده خود تو بگو که کوکو من ندیدم تو کوکو ناقص سر من چی تو همین غرفه کوکو شادی را چی بگویا؟ این تا پشیز نیست تا شادی پیدا کن بیدی تصدیقش کنید. نه شادی را چی بگویا؟ این وقت که همین شادی را دید چی بگویا؟ همین شادی را چی رقم بگویا؟ سردار شادی باز. اگه سردار شادی باز دیدم خوب قفاقاریش هم کنم اونجا بیار تسلیمش کنه دیگه صحیح است. وقتی که ما چی بگم کنم سردار شادی باز نمیشه که امادک اون میشه که ما تسلیمت میکنم میگم این شادی تین شادی بگی وقتی که نباشه ما چی را بودم تو را کی هستن؟ هست یک دوستی بنده خدا پیشتر که گفتم سردار کاتش دیگه چی بود؟ سردار شادی باز. خیلی خوب. اون اونجا دست بالا که یک دفعه. سلام علیکم. کاکا خوب هستی؟ جان جور خیرتی است؟ بخیر هستی؟ شکر بخیر. قربانت. اینجا کدام شادی را ندیدی؟ چی را؟ شادی را. شادی؟ نه والله. من سردار شادی باز هستم. خب. در این شادی بازی میکردم باز در دوزی گیر آمد شادی مرحی کردن از اونجا. دیگه نال اینجا آمدم در خانه دینشو شوله کرده بودم شادی قار کرده از خانه که تو مرا چرا شوله میتی در هندوستان مرا گوشت گاو میدادی در اینجا شوله میتی. خب حالا شو قار کرده هرچی که پالیدم نیافتم. من میگم بلا در پس شادی همی 2 تا دندان پیشوری از این که از طلاسته 3 لک کلدار طلا خریده بود. 3 لک کلدار؟ اینا لگه دیدی کاکا جان من شیرینی تمیتم خیره. کاکا پیسه سرخک سوگه بسیار آمده و میره. ما چی شد یک ثواب خوندل میشون. نه دیگه ما نو آمدم. شادی 4 چشمه بود 2 تا چشم داشت 2 تا خال در اینجا داشت. خب خیر اگه دیدی هم یک دندان طلایش از تو یکیش از من. که من بیافم خیره بیاد و گبا من تصمیم میکنم. اینال در خانه مادرم قایم گرفته که برای ما چرا کره طلا نخریدی اون در دندان شادی بند ماند شادی هم گل شد بیار حالا طلا را پیدا کن. ما نیدیم بخدا من نو آمدم. نه اطلاع گم شده. کدام وقت شادی را دیدی خودت؟ نه هیچ ما ندیدیم. در باغوش هم ندیدی؟ نه وقتا پیش از تولادا دیدم دیگه تو باد نه. یک دفعه دیگه هم قار کرده بود مادرم یک ذره سلاته کرده بود مرچاتون بود یک ذره سلاته تون شده بود با شادی قار کرده بود 2 شب و 2 روز گم بود خانه همیم رفته بود. بسیار با عذرزاری پس آوردیمش گفتیم بیا خیر است دیگه بر تو سلاته میکنیم مرس نمندازیم. خوب گفتی. این حال کاکا اگر تو دیدی خیر است. اگر دیدم باز ما خبر میتم ما ندیدیم به خدا. دیگه باشون کن. کدام چیزت از پشت سرت شانایت خیز نزده؟ نه خوب تعلیمی هست. شادی تعلیمی است. ما ندیدیم به خدا. این به وجدان در این که بود 3 وقت گوشت و قابلی میخورد. خب این حال اینجا یک روز بعدیم دندان نداره بیچاره. بر از او شوله پخته کردیم شادی خبر شده که امشب شوله پخته کردن قار کردن قصر دسترخوان. شادی تعلیمی بود کاکا. تعلیمی است. خب بسیار دزوز آمد کردن شما. دیگه خورترک بود من شیر چوشک میدادمش.
ما نه والا ما نه مکوبی بینیم که شادی بچه شد و کاکا مرا مادرم در خاله لبه بالا خیر است اگه دیدی تو را شیرینی میتم خیر است به شیرینی صاحب خوندله میشادم از این تشویش خلاص میشی صاحب خوندله میشم ما نه والا ندیدیم خودت چی نگاه کردی در جوانی؟ در جوانی ما سگ مک نگاه نکردی؟ نه یه چیز نگاه نکردیم برای کار بودم که نان پیدا شد خب نان پیدا شد دمو شوق کمی راحت نان پیدا شد نان بخوریم مرا شناختی؟ نه والا من سردار شادی باز هستم خوب شناختی؟ بالی شناختیم خوب در اخبار هم عکسم چاپ شده بود یک چند سال پیش خوب 40 شب و 40 روز من در قاط شادی ها خو بودم 40 سال 40 شب و 40 روز در قاط شادی ها در جنگل در هندوستان در راجپرنگر در اونجا ما در قاط شادی ها خو بودم باز مرا رئیس جمهور خواست میگه آفرینت که تو که در شادی ها طاقت کردی مرا جایزه داد باز یک روز همی شادی به اجازه رفته بود از یک دکان کیک دوزی کرده بود باز ای کمره چی نیست در دکان ها کمره میمانه که میگه دزمز باز دیده بود که شادی کامره مخفی میگه نه باز در او همی شادی ما دیده بود که نیم کیلو کیک دوزی کرده باز مرا گفت که بیادر تو دیگه اخراج هستی از کشور ما هرچی میکنی برو در وطن خود کو در اینجا دوزی موزی نمیچله باز مرا کت شادی کشید به پاسپورت به ویزا این حالا شادی که کم گم است و کاکا خیر است ما که ببینیم ما خبر میتونیم چند شیرینی میگیری باز؟ گیر کردم 20 شیرینی تجمع شیرینی پیسه سرخک سوغاز سرخک افغانستان بسیار است میآید و میره و از شیرینی خدا اگر داد از بالا بلندی میتونه در شیرینی بسیار بیزی 1000 2000 5000 از او سیر نمیشادم مرا خوب صحیح شناختی؟ کی هستم؟ خوب شناختی همین چیزی شادی با شادی که سردار شادی باز نه تو خوب شنو چهره مسایی که خوب صحیح برا شناختی خوب دیده کی هستم؟ سردار شادی باز آفرین این حالا برا شناختی من این حالا پشت شادی میگردم بچم که در کجا گم هستی حالا ما ندیم ما این حال که نو خبر زندگی ماش خبر نداشتی از زبان یکی میشوندم از زبان دیگه شوکت خو بودی از سرت کمپل کشکش خو نشده نه راست بگو میشه شادی بوده باشه دیده باش توستی پس از خانه تان برآمده باشه خانه شما کجاست؟ خانه ما این او طرف است بغل جر خب ما دیگه رفتم مرا خوب صحیح بیاد صحیح خوب شناختی کی هستم؟ سردار شادی باز برو بخیر باشی اگه جای یافتیش باز مرا خبر بده خب و اونجا سعی که در اون موتر که هست دوربین مخفی است خب امروز شوخی داشته ما یک دست تمونجا بالا کو باز کلگی ما اتورا میبینه در تلویزیون صحیح است؟ لالا جور هستی بخیر صحتمند مرا خوب بجای آوردی کی هست با؟ سردار شادی باز خدا حافظ بخیر باشی سلام علیکم جان جور صحتمند خیرتیست بخیر هستین صحتمند جور هستین صحتمند قربانم سلامت باشی بریم خانه چای خوردن با عزت باشی همینجا هستین؟ هستم این دکانه که خوب بسیار خوب سلامت جور بخیر جان جور خوب است خیرتیست بخیر است فضل خدا زنده باشی. چی حال داری؟ والا شکر جواب. من نمی‌جا از این یک دانه شادیگه که آورده بودم و نمو از پیشم گم شده گفتم اگر دیده باشید اینجا. شادی دیگه در اینجا در کجا خواب شد؟ 2 دانه دندانش طلا بود و نمو از پشتش میگردیم. دیگه نمیده ما چند دفعه ما را بیادر بیاب کرد که چی کدی شادی را 2 روز از پشتش میگردم. نه از این آورده بودم تعلیمی بود گپ میکرد. دیگه او شو در خانه راستش برات بپرسم که می مادرم 2 تا دندان خود کشیده بود برای ما گفت در خانه که یک ذره شعله پخته کن باز حتما همی شادی شنیده چی رقم که امشب شعله پخته کردن یا از خانه قار کرده بر آمده در هندوستان که بود 3 وقت
دو وقتش گوشت گومیش میدادیم، یک وقتش مایی. این حال ما پشت شادی نمیگردم، پشت همی 2 تا دندان 5 لکل دارم، اونجا برازی دندان شانده بود. آی پیسات میگه. یک دفعه جنگ انداختیم، زد یک دانه شادی ایندی بود که زد دلاغته در میدانش 3 تا دندانش افتید. باز یکش دکتر گفت برو پس ایرد یک پینه و پیوند میکنیم 2 تاش طلا بشن. چی؟ والا این حال کاکا اگر تو دیدی خیر است، حالا ما پشت شادی میگردم تنبور هم 1 2 دانه دندان طلایش هست مفروشیم، عروسی را میکنیم، یک موتر میخریم و هم گم شدم. والا سرگردانی است. نه دیدی خودت راست بگو باور کن. اون خانه ما دو است. در هندوستان یک دفعه در دوزی گیر آمده بود، باز مرا مصاحب خانه تلبیز گفت بیادر صابون هم دوزی میکنه از تشناب، بیادر شامپور هم دوزی میکنه، دیگه بیادر از اینجا برم ما را کشید بود. دوزی؟ خب شادی چرا خنده میکنی او کاکا؟ دوزی؟ چطور دوزی؟ شادی تعلیمی بود، خب من تربیت داده بودم. من گفتم برو در بانک در یک بندل پیسه را دی، رفته صابون شامپو از خانه همسایه زده. ای حالا سایک در اینجا یک دفعه رایش کردم، گفتم برو بیادر در خانه همسایه هم یک چیز میزه بیار برای ما، رفته بیادر چی را آورده؟ لیف آورده. مگه پشت چرک شده بیگی خدا لیف کو. ما در غم او موندیم اینجا، رفتم از اینجا و پر کردم از اینجا قتل عام کردن، بسته کردن سر ما. او بیخی در نل مل هیچ بیخی پای پاک او نیست، ما در غم او ماندیم. ما در غم شادی ماندیم. تو در غم شادی ماندیم، ما در غم او لین ماندیم که برای خدا سیکو کرد. 2 ماشو او قطع کردن، قطع دیم وقت کوفایا سر کربلا که قطعش کرده باشه. این حالا ما نه قطع کردن در جنجال ماندیم، نه اوست نه دیگه. کجا نه جای دیدی خیر است. ما تا بر شیرینی تمیتم 2 تا دندانش طلاست، اینم 1 تاش از خیر است از تو باشه. ما هم نمیگیرم همون شادیش از تو باشه، می طلایش هم مرا شادی رو چی کنیم ما دیگه، شادی کار نداریم. یگان چیز برات میاره، اینا مثلا بشکره بتیش میره برات او میاره، مقصد خوراکش جات از دیگه. شو قابلی میخوره، چاش بیادر گوشت گومیش باید بیتی. قابلی رو ما خود ششمام نمیبینیم، کدام ختم متم شه خود با سینه کش کنیم اگر نه قابلی مابلی نیست. حالا چی میگی؟ خراب است کلگی. خودت چی نگاه کردی در جوانی ده؟ در جوانی والا خوب وقت تیر کردیم. والا یک شادیگک میدادم تگرمی پیدا میشد. شادی کاش که شادی خوب. ما میفهمیدم یک دانه برات از این می آوردم. نه خوب. یگان دادم سر میشوندی شد صدا میکرد این سیب بگیرین سیب. ضرورت نیست. چی را خوش داریم؟ حتما بردانه کو که چیزا خو نگاه کردی. والا یگام کو سابق نگاه میکردم کلنگی. دیگه چیز نگاه با جنگ هم من داختی یا نه؟ یگام وقت دیگه شوقی. دیگه چیز نگاه نکردم. نه دیگه نکردم. شادی غیب غرب شده و بیاده. آن شادی خود این قضا باش شاید. جور است دیگه تا وقت برای شادی بیادت قابلی کو دیگه کو امشب نانیم از شوق گفته بیا یک ذره شعله کو که دندانایم درد میکنه. شادی بیادر از سر دسترخوان قار کردم. حالا من میگم بلا در پس شادی می 2 تا دندان از این طلاستم، همو را بگیریم. کاکا را گفتم من شادی از تو باشم، دندانایش هم میکشم خلاص. میگه نه این حالا در منطقه میگه کلگی مرا شادی باز صدا میکنه. من خودم سردار شادی باز هستم، در این 11 سال ما شادی نگاه کردم. آفرین. که 120 دانه شادی ما در جنگل یک هفته خو کردیم، رئیس جمهور مرا خواست میگه آفرینت بیادر، دل شیر در دل کسی بتیم نمیتونه. مگم تو نه آفرینت کده شادیا. گم شده علی را میگم. این میگه پیشتر یک چیز دادم روی محمد تیز کده تیر شد از دم موتر. ما گفتم امو بوده ما از زنده آوردیم. این میگه از زنده آوردیم. شادی خوب شادی بود، کلان بود، نمیفهم ریزه بود، تعلیمی بود. چی را می آورد تو قصه کو بره؟ صابون می آورد، مگه بخش ما دوزی میکرد. شامپو می آورد. کریم لولو کیکم. یک سر نقد دست ازی بوده وی که شادی تربیت کو بیار خلاص حاجت کار نداره دیگه. موفق باشی، کامیاب باشی. یا می تو برا. اون دمی داخل موتر یک دست بالا. بخش کل افغانستان سلام. بخیر باشی. حالا ما تا شادی آورده بودیم از زن. 2 روز میشه گم است. در خانه ادیم شوله پخته کرده بود، قار کرده که برای ما چرا قابلی نمیکنه. حالا می شادی رو بدر که دندانش طلا میکنه.
خدا این بود جنگ کرده بود پیش دکتر بردم دکتر گفت 2 تا دندان طلا پرت اگر نپرتی باز دنداناش مفته او بدر از سری دیوانه شده که در افغانستان آمده از سری حالا من شادی را 2 روز از گم است او کاکا کدام جای دیدی خیر شیرینی تو را میتم او بدر ما نان نمیافیم ما شادی را چی کنیم این مال بدر گمش کو هیچ وقت کدام وقت تو شادی بازی نکدی کدام چیز نگاه نکدی در خود ترکی والا در وقت سری هم شادی بودم گرگ بودم شیر بود حالا این گشنگی شده بدرم شادی گرگ خورد گرگ شیر خورد کلگی یک دیگر را خورد حالا کوکی بدر نه شادی را دیدیم نه در زیرک پت نکده باشی و کاکا نه در اینجا چوچهش جای نمیشه تو که بدر خود از را دوا داری حالا مرا کی بگه کی را از قدر راه دور بیار بیادر دندان طلا بشن حالا عدیم در خانه نمیمانه میگه برو دندان طلا را پیدا کن میگه 10 دفعه گفتم که بگی برای زنکت یک توق طلا بخر تو رفتی کل پیسه را در دندان شادی بند کرد سر شادی زدی مردم حالی از گشنگی بدر طلا را بان بدر آینه همین دندانهای خودم میفروشه در گیر هر کس آمده لاندی که خورده و شادی مادی را که طلا میلا من میگم شاید دندانهایش کشیده باشه خودش در کدام چا ما شاید انداخته باشه شادی را؟ والله اگه بفهمیم ما خود بدر هیچ کدام چیز در مورد نامد والله نه بدر نه این شادی در هندوستان که بود خوراکش خوب بود خب در اینجا که آوردم یک ذره ننیم در قصهش نشد در این روزای آخر چهره سگ کشیده بود کدام سگ مگ از پیش روی کراچی تیر نشده والله سگ کدام پایان قدر زیاد است مسکینا کلش در زیرای درخت گشنه و بدر و نمونج افتاده لاش واری دیگه بدر شادی مادی نبود در قادش بدر در قادش کدام شادی نبود نه بابا او حتمی و شادی تون دیوانه بوده که در افغانستان آمده او را ما به زور آورده نمی آمد میگم مرا دال بدر ایندی خوشم مرا دالتون بته اینجا که آوردیم بدر غیر شوله غیر بدر پیاوه دیگر روی چیزا ندید در خدا اینجا ایسا که شوله واصلینگی پیدا نمیشه تو خود شادی را چرا آورده و بدر همون مسکینه تو خودت نان نمیافی بدر گناهکاری بدر دنیا و آخرت کدی زدم سعی که چقدر تکت تیاره بته وزرزاری که تیاره وانه که خیر ایده دستی اول جای بته تا اینجا آوردم این آخر ناجوانی کد ما را تنها علاقه خب تو بیکار هستی آدم اینجا تیکت نمیاف آدم تو رفتی برای شادی تیکت کدی والا راست می والا اینال اگر تو بیا پیشه مثلا چی میگی برش بگو سردار شادی باز گفت که هر جای گیرت کدم اتقاب پایی وردارمت که 2 بعدت کنم تو چرا سر یک لقمه نان قار کدی از خانه چه رقم میگیش میگم بیادر سردار شادی باز بیادر بیادر خونده الف شوربازار اکی و پیا نولمیا کلگی بیادر در پشتت میگشت دیگه نالی هر جای گیرت کد هر جای گیرت کد بدر پیسه تکیده میگیره تو رو پس در تایره میشونه راید میگنه یک ناز نزاکت بدر یک ناز نزاکت ما نان نمیافیم تو رو آورده اینجا دایس میمون اینجا برای ما کاروبار بکش دیگه بکش تو قار ناز میگنی یه نه پشتت میگردد او پلیدمو گرفته و سرسبیل پلیدم گرفته و دیگه اینالم هرچی که گشتم نیافتم او که آخر از چی خواد شد والله نیز بدر اینجا خو فرصتی است در یک جمع جوش برو بدر سنای شوربازار و نمونجا بدر گودی پرانم قیل میکرد بسیار شوقی او بازیان بود خلاص دیگه نه یک دفعه غرقم شده بود بسیار با مشکل کشیدیمش خلاص دیگه اینجا بگو خب خیر هر جای اگر دیدیشه اونمتر که ما پیشتر گفتم تمت بگوی سعیش بخیر باشی سلامت باشی اونمونجا یک دستت بالا کن بدر خوش و خوشحال باشی هر جایی که باشی ما را یار ماستی بخیر باشی خدا